عمرو ابن عبدود پهلوان مشهور مکه است. عمرو ابن عبدود پهلوان مشهور مکه است. آنقدر قوی بود که سر پوست که استاد میشد پای خود را میگذاشت. چندین جوان قوی وقتی میخواستند پوست را از زیر پایش جدا کنند، پای از او تکان نمیخورد، پوست جدا میشد. اونقدر پهلوان قوی بود. در غزوه خندق وقتی این عمرو ابن عبدود میآید، خندق کنده بودند، اما این پهلوان آنقدر مشهور پهلوان بود، اسب بسیار قوی داشت، بسیار با سرعت از این خندق اسب خود را تیر کرد. دیگر هیچ کافر نتوانست این کار را بکند، اما این پهلوان نامی مکه خود را از این خندق تیر کرد. وقتی از این خندق تیر شد، صدا زد هل من مبارز، آیا مبارز در میان شما هست که با من بجنگد؟ رسول صلی الله علیه و سلم در میان اصحابش خیره شد، این طرف و اون طرف جوانان رو نگاه میکرد که کدام جوان بلند شود. وقتی رسول صلی الله علیه و سلم به طرف انصار نگاه کرد، چند تا جوان از انصار از جای خود بلند شدند، گفتند یا رسول الله فدایت شوم، به ما اجازه بده که در برابر این پهلوان بجنگیم. اما رسول صلی الله علیه و سلم دلش چیز دیگر میخواست. این طرف نگاه میانداخت تا این که رسید به جماعت از مهاجرین، چشمش به علی افتاد. علی جان، ای کاش تو امروز می بودی. و خدا اگر امروز علی می بود ما عزیزترین مردان تاریخ بودیم. اگر امروز علی می بود امت اسلامی در دنیا اولین حرف را می زدن. نگاهش به حضرت علی افتاد. حضرت علی دید که میلان رسول صلی الله علیه و سلم به طرف حضرت علی هست. علی از جای خود بلند شد، گفت فدایت شوم یا رسول الله، به من اجازه هست من وارد میدان شوم؟ رسول صلی الله علیه و سلم نزدیک شد به حضرت علی، شمشیر خود را به دست حضرت علی داد، دست مبارک را به شانه علی مالید. به علی گفت برو علی جان. وقتی علی حرکت کرد، رسول صلی الله علیه و سلم دست تضرع و دعا به درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی بلند کرد. صدا زد پروردگارا در غزوه احد حمزه را از من گرفتی، امروز علی را از من نگیر. علی چه کار کرد؟ چقدر محبوب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم می شود. فرمود در غزوه احد حمزه را از من گرفته ای پروردگار، امروز علی را از من نگیر. این دعای رسول صلی الله علیه و سلم بود. حضرت علی می آید در برابر عمرو ابن عبدود استاده می شود. عمرو تبسم می کند، می گوید پسر عمو، پسر کاکا، تو برای چی آمدی؟ می گوید من برای مبارزه آمدم. عمرو ابن عبدود خنده می کند، می گوید تو برای مبارزه من آمدی؟ برو جوان، من نمی خواهم تو را جان مرگ بکنم. تو جوان هستی، تو تاب شمشیر من را نداری، تاب این قوت من را نداری. برو کسی را بفرست که هم سطح من باشد، من تو را نمی کشم. حضرت علی فرمود اما من آمدم که تو را به جهنم بفرستم. بگو الله اکبر. جوان، این پیام را باید به دنیای کفر بدهی، دنیای کفر را چالش بده و این را صدا بزن تا من زنده باشم کسی نمیداند به اسلام من تعرض کند. این همت را باید داشته باشی. نگو من یکی تنها هستم، خدای تو بزرگ از همه است. این چالش را بده تا زمانی که من زنده هستم نمیتوانی ای سران کفر که خانه الله بیت المقدس را به تصرف خود در بیاوری. این پیام را ما باید بدیم مثل همین حضرت علی. از این قصه ها حصه باید گرفت. جوان باید جوان مثل علی شود. بعد فرمود من آمدم تا تو را به جهنم بفرستم. عمرو ابن عبد وقتی این سخن را میشنود بسیار برآشفته میشود، از پایین میشود و حرکت میکند به طرف حضرت علی. او بسیار وزن داشت دستش، شمشیر را بلند میکند، چنان محکم به سر حضرت علی میکوبد و حضرت علی با اون سپری که دارد دم این شمشیر را دور میزد، حتی تا سر شانه حضرت علی این سپر پایین میآید، آنقدر محکم میکوبد. ولی در این لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم دست به دعا بلند کرده که پروردگار علی را از من نگیر، علی را از من نگیر. حمزه را گرفتی در احد، علی را امروز از من نگیر. الله اکبر. علی ذوالفقار دارد، علی مرد میدان است، علی فاتح خیبر است،
علی داماد محمد است صلی الله علیه و سلم. علی پدر شجاع به نام حسین است. علی پدر شجاع به نام امام حسن است. شمشیر ذوالفقار را بالا میبرد، تکبیر میزند و چنان به سر عمرو ابن ود میزند که عمرو ابن ود به زمین میخورد. بعد مینشیند به سر سینه عمرو ابن ود، شمشیر را به گلون عمرو ابن عبدود میگذارد. وقتی این شمشیر را به گلون این دشمن خدا میگذارد، این دشمن خدا لعاب دهنش را به صورت حضرت علی میاندازد. وقتی لعاب دهنش را میاندازد، شمشیر را علی از گلونش میگیرد، از جای خود بلند میشود. امروز وقتی به جوان میگی اخلاق محمد صلی الله علیه و سلم، بلند عزیزان من، صلی الله علیه و سلم، اخلاق رسول الله، امروز جوان نمیتواند حتی در برابر پدر خود اخلاق رسول الله را داشته باشد، حتی در برابر مادرش اخلاق رسول الله را داشته باشد، در برابر همسر خود اخلاق رسول الله را داشته باشد. اگر اندک دمی کراچیش در بازار تکر بزنی 6 تا دشنام را نثارت میکنه. اگر اندک دمی موترش تکر بزنی شیشه پایین میشه، چیش فحشه که برای تو نمیدهد. تو برو وقتی چند تا از میوه را بگی داخل پلاستیک بگذار، من خوبا را کار ندارم، با خوبان کار نداریم، من فقط کسایی را میبینم که مشکل را دارد، برش بگو که نشد برادر پول در جیب من نبود، چند تا دشنام را نثارت میکند. ولی علی را ببینیم در چی تا یک لحظه خطرناک و اساس. اون طرف کفار 10,000 بیشتر از 10,000 تماشا دارد، این طرف مسلمین تماشا دارد و حضرت علی این را خوابانیده، احتمال دارد که این بلند شود دوباره نتواند علی این را بخواباند، اما علی رضای خدا کار دارد. علی ریا نمی کند، علی به خاطر خودش شمشیر نمی زند، بلکه شمشیرش برای اسلام است، شمشیرش به خاطر ایرای کلمت الله است، شمشیرش به خاطر رضایت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شمشیر را از گلون عمرو میگیرد این دشمن خدا، این دوباره از جای خود بلند می شود، باز دوباره به حضرت علی شمشیر میزند. حضرت علی باز به سپر این شمشیر را از خود دفع می کند، بار دیگر شمشیری میزند به عمرو ابن ود، به سر شانهش اصابت می کند و کمی پایین می رود این شمشیر، باز این دشمن خدا به زمین می افتد. حضرت علی خنجر را به گلونش می گذارد. عمرو ابن ود می گوید پیش از این که مرا بکشی من سؤال دارم از تو. میگه سؤال چیست؟ میگه سؤال من این است چرا بار اول مرا نکشتی؟ چرا بار اول مرا نکشتی؟ این علی هست دیگر. عدالت، صداقت، مردانگی تا چه حده؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمود بار اول برای این نکشتم چون تو لعاب دهن را به صورت من انداختی. اگر من تو را میکشتم شاید به خاطر عصبانیتی که به لعاب دهن به صورت من انداختی تو را میکشتم، نه به خاطر رضای الله. تو را رها کردم، اما این با به خاطر رضای الله تو را میکشم، اون را به جهنم میفرستد این دشمن الله. و آخرین لحظاتی که شهید می شود در 18 ماه مبارک رمضان شمشیر می خورد. بعد امام حسن و امام حسین را فرا می خواند. چه عدالت دارد، چه صداقت دارد. می گوید عبدالرحمن ابن ملجم را گرفتین؟ میگه بله گرفتارش کردیم. می گوید اگر خودم صحتمند شدم خودم با اون میدانم چه کار کنم، اگر مرا الله شفا داد من خودم میدانم با اون چه کار کنم، یا میبخشم یا قصاص میگیرم، و اگر من شهید شدم 1 ضربه بزنیم، بیشتر نه، 1 ضربه بزنیم به این دشمن خدا که به من ضربه زده، 1 ضربه بزنیم، او را مسلح کنین، گوش و بینیش را نباریم. این هست حضرت علی رضی الله تعالی عنه. الله این شهامت، مردانگی، شجاعت، ایثار، فداکاری، ایمان، تقوای حضرت علی را به جوانان ما نصیب بگرداند.